ازبکستان 200-300 نفر سفید کرد، قزاقستان این کارا کرد، حتی قرقیزا آمدن همون نفرایی را که در زمان شوروی حرکت میکردن ضد شوروی بودن آمدن همین کشورهای ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان اون را سفید کردن. مثل که در ما یک حرکتی بود به نام حرکت باسمچی‌ها امروز در ما معروف است و ما حق داریم اون را سفید کنیم در طریق و این کارا چه کردن ممکن است؟ من جواب نمیدم. دلیل من 3-4 فکت میگویم خودت و بینندت خودش قضاوت کنن. نگاه کنین. سپیتامین در مقابل یونانی جنگ میکنن قهرمان. مقنع و دیوشتیش در برابر عرب جنگ میکنن قهرمان. تیمور ملیک و محمود تارابی در مقابل مغول جنگ میکنن قهرمان. واسه قهرمان در مقابل ستم منطقی جنگ میکنن قهرمان. بعد 4 نفر برآمده در مقابل تجاوزی بلشویسم. من نامش بلشویسم مینامم چون این جنگ در مقابل بلشویسم بود. این شما بلشویسم شما گیرید با در گوگل در یاندکس با انگلیسی زنید با روسی زنید با هر زبانی که میزنید این یک تفکر یک حزبی بسیار تندگرا و انقلابی که در مقابل امپراتوری روسیه مبارزه می‌بردن اما چون موفق نبودن اینها یک انقلاب به نام انقلاب میگذرانند. انقلابی یعنی منافع اما انقلابی فدرالی روس میدوزدن به قدرت میرسن همه احزاب بر هم میزنن. خب و حتی هم منشویکایی که دادراشون بودن منشویکا هم کمونیستن همونا رو حتی از صحنه میرانن و اینا 70 سال حکومت میکنن. دلیل چه خیلی دویم دلیل یکم دیدن؟ بله فهمیدم. دویم دلیل در ما در 500 سال اخیر حداقل با ازبک‌ها با ترکمن‌ها با قرقیزها با قزاق‌ها هم سرنوشت بودیم. من در یک سرزمین دولت ها ما یک بود تا همین سال آخره چه در 4 کشور اینها میشن قهرمان در یک کشور دیگه میشن دشمن. دلیلی که مردمایی که مخالفن میگن که اینها بعضیشون تاجیک نبودن. خب برادر امروز در سطح ارتش تاجیکستان ممکن یک نفر روس یا ممکن یک نفر ازبک یا یک نفر قرقیز رتبه دارد جنگ میکنه. اون یک روز با تاجیکستان یک مشکل پیش میاد اون در مقابل دشمن میجنگد. اون ما گویم که بیگانه بود در مقابل همون زمان او در همون سرزمین زندگی میکرد از اون سرزمین دفاع کرد. دلیل 4 بلشویسم به اینجا هجوم کرد یا نکرد؟ کرد. نکته 5 دلیل شما به شروع این حرکت ببینید چه شروع شد. این حرکت شروع شد از وادی فرغانه وقتی شروع شد که مختاریت قوقند حکومت شوروی برهم زد. یک دوم یک حزب با نام حزب دشنکسوتیان را که ارمنی ها بودن اینها خاطری بعد از عثمانی داشتن که سال 2015 اون حادثه معروف اتفاق افتاد. اینا رو آوردن در وقتی که این برهم اینا رو آزاد گذاشتن در وادی فرغانه. اینا در دوام 2 شبانه روز نزدیک به 5 یا 8 هزار آدم کشتند و زنها رو تجاوز کردند. حرکت از اونجا شروع شد. یعنی محرک خودی بلشویسم بود. و دلیل آخران دلیل اونا میگن که بعضی آدم‌ها شر نداشته میگن که او بلشویسم قوی بود باید ما تسلیم میشدیم یا بعضی ما یک چیز نکته میگم امروز ما هیچگاه هیچ کشور به خطر نیست. ما حاضر در این روند جهانی شوی در این تقسیمات نوی جهان ما هم خطر داریم. همین امریکایی‌ها 20 سال در افغانستان حضور نظامی داشتن نه از اون طرف اقیانوس آمدن. افغانستان اومد یعنی ما هم در تهدید هستیم بودیم و خواهیم بود. چین در یک کشوری قدرتمند، ترکیه یک کشوری با بیرقدار یا همین روس‌ها که امروز پاشون در اوکراین گیر است پسر عمکشون. همین شما برای من بگویید که شما همین یک کشور همین از همین کشور ما کشور خرد نمی همین کشورهای بزرگ حتی خدا نکرده چشم بد دور به تاجیکستان چشم والا کنن یا هجوم کنن همین شما و من باید چیکار کنیم؟ باید جنگ کنیم تو در مقابل مبارزه بریم یا مبارزه نبریم یا بگیم که نه اون شما زورید ما نه تسلیم به هر صورت. اون مردمی که اون روز بودن من شما رو گفتم امیر گریخت فرار کرد رفت اونا به وظیفه‌شون عمل کردن یا نکردن؟ کردن به وظیفه‌شون عمل کردن. بابای ما بر رسالتش عمل کرد بر رسالت خودش عمل کرد بر رسالت یعنی یک کشوری که با هیچ بلشویسم نه در تاریخ ما نه سابقه دارد با اون چیزی که ما اموال ملکی همه مردم کشیده میگیرد با اون مبارزه که با آیین و دین مردم میبرد با زبانی مردم میبرد. طاهر جان اگر حرکتی مقاومت که اینا باسمچیش مینوان اگر حرکتی مقاومت نبود عجیب بود. یعنی این ملت پس مرده بود است هیچ که نداشت است که از خودش از هویتش دفاع کنه. این شرمندگی میشه اون وقت.
این ملت نشان میداد که اون ملت اون زمان بوده است. امیر فرار کرده گریخته است، این مردم ایستادن در مقابل تا آخرین بله. مبارزه بردن. اما شما بگید که اینا کی بودن؟